دوستان عزیز سلام، علی هستم، یک تن از زنبورداران اطراف ملبورن. قابل توجه دوستایی که علاقه دارند به محصولات ارگانیک و طبیعی، خصوصا محصول عسل. کار ما پرورش زنبور عسل و تولید عسل. این روز آمدیم تا که شما کم ویدیوها رو اشتراک بگذاریم که پروسه کار ما چی است. ما این میاره حتی موم برای از یا نمیتیم، یعنی بازیاش نمیتیم اجازه میدیم خودشون ببافن مثل این ایزی. تماما خودباف، تماما طبیعی، ارگانیک. چهار طرف ما گلای هست که نه سمپاشی میشه نه کدام کودشی میایی. ماشاءالله سعی کنین این اصلا در کجا میتونین پیدا کنین ما را با خبر کنین. دیگه انشاءالله که استفاده کنین، فایز ببرین. و یک دیگه شما سعی کنین که چی خبره. ما دودی استفاده کنیم به خاطر که دود یک رقم ارتباط بین از ما و از جاست، اینا کمتر در ما حمله شود. اینی را خود ما فریم داده بودیم تا هنوز کار کرده میرن. یک کم وری پیشتر اگه شما بیم نه از چی میگیریم خواه یعنی تو اضافه کاری کرده یا برادر یا خدا. 100% طبیعی، 100% ارگانیک، اصلی اصل. اون که باز دوستا زنگ میزنه میگه مرا اصلی اصل بدی برادر، کل گزی اصله. دیگه از این دکان های دوستا شما میتونید از این پس یاره تهیه کنید. هم سطح طرف های دندنانگو نریوارین و کلاید نوردن کسایی که دکان ها راست به نام عسلهانی برند از ما هسته. انشاءالله که خوش خورم باشه.